دستاش. من هیچ ایرادی در این نمیدیدم چون مؤثر بود. یه زمانی رسانه ها برای من خیلی تاثیرگذار بودن. در مبارزه با جونز اونجا بود که به این نتیجه رسیدم که بهش گفتم دستاتو بالا نگه دار و اون موقع دیدم که تسلطشو داره از دست میده. گفتم دستاتو بنداز. همه دستاشونو بالا میگیرم. اصولش همینه. هیچ سنگین وزنی نمیتونست اینجوری حرکت کنه. اون خاص بود و استعداد بسیار خوبی داشت و منو سرفراز میکرد. این تلویزیون BBC است. امشب با برنامه نگاه ورزش در خدمت شما هستیم. هنوز همه در مورد مبارزه کاسیوس کلی و هنری کوپر صحبت میکنن. میدونستم در انگلستان تماشاگر زیادی میاد و میدونستم که از همون اول از اون خوششون نمیومد. اون خیلی خاص بود چون خیلی حرف میزد. میدونستم که از محمد خوشش